هم میهنانم بیش از 3 دهه پیش طی سخنرانی‌هایی هشدار دادم که اگر جمهوری اسلامی بماند کمترین نشانی از استقلال و تمامیت ارضی ایران باقی نخواهد ماند. امروز شاهدید که این رژیم ضد ایرانی برای بقای خود از هیچ خیانتی به ایران فروگذار نمی کند. فرصت اندک است و آب و خاک کشورمان در معرض تهدید جدی، اما از میان برداشتن این تهدید و نجات ایران از گزند دشمن داخلی و طمعکاران خارجی در دستان خود ماست. در همان سخنرانی‌ها تاکید کردم که هیچ قدرت و دولت خارجی هرگز نمی‌تواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند. عامل تعیین کننده در جامعه ایران قدرت ملت است. ما با هم و در کنار هم می توانیم سرنوشت کشورمان را به دست بگیریم و جمهوری اسلامی را همچون دیگر رژیم‌های دیکتاتوری و تمامیت‌خواه به موزه بدنامان تاریخ بسپاریم. باور دارم که آن روز نزدیک است. همانطور که بسیاری از شما می‌دانید، هر روز ادامه تسلط جمهوری اسلامی بر سرنوشت ایران و ایرانی به معنای ضعیف‌تر شدن کشورمان است و عقب افتادن بیشتر از قافله پیشرفت جهانی. هر روز ادامه حکومت جمهوری اسلامی برابر است با فساد و فقر بیشتر برای مردم ایران و نابودی فرصت‌ها برای نسلی دیگر. این ملت فراموش نخواهد کرد که در تاریک‌ترین دوران خود کدام ملت‌ها در کنارش ایستادند و کدام دولت‌ها با سوء استفاده از ضعف رژیمی وطن فروش قصد غارت منابع ایران را داشتند. اکنون سخنی دارم با علی خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، شما و حکومت تحت رهبریتان با ماجراجویی هسته‌ای، لشکرکشی‌های منطقه‌ای و صدور تروریسم ملتی بزرگ و ثروتمند را منزوی کردید و به فقر و فلاکت کشاندید. شما و نزدیکان فاسدتان از طریق نهادهایی که مستقیما زیر نظر خود شما اداره می‌شوند، رفاه و سعادت را از میلیون‌ها ایرانی ربوده اید. آقای خامنه‌ای، شما به پیروی از سلف جنایتکارتان یکتنه زنان ایران را از حقوق بدیهیشان محروم کرده اید. شما یکتنه دستور توقیف و سانسور رسانه‌ها و اینترنت و سینما و موسیقی و هنر ایران را صادر کرده اید. شما با ادعای استقلال، اما از ترس از دست دادن حکومت پوشالیتان، رابطه ایران را با تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان قطع کردید و اینک برای ادامه چپاول ثروت ایران قصد دارید کشور را بدون اطلاع مردم به بیگانه واگذار کنید. شما نه تنها مستقل نیستید که یکی از وابسته ترین و خیانتکارترین حاکمان تاریخ ایرانید. امروز همان جوانانی که در خیابان‌های ایران نام رضا شاه را فریاد می‌زنند و برای شادی روحش شعار می‌دهند، شما را هم ردیف دشمنان تاریخی و اشغالگران ایران می‌خوانند و خود بهتر از هر کس دیگری این را می‌دانید. تاریخ بهترین داور است و من مانند 80 میلیون ایرانی دیگر، مانند مادران داغداری که فرزندانشان قربانی حکومت قرون وسطایی شما شدند، مانند پدرانی که بیرون از زندانها منتظر دیدن روی فرزندان در بندشان هستند، باور دارم که نام شما
در فهرست بدترین و مستبدترین حاکمان جهان ثبت خواهد شد. بدانید که روز داوری نزدیک است و مردم ایران عزمشان را بیش از همیشه جزم کرده اند تا مانع اصلی آزادی و تندرستی و رفاه و پیشرفتشان یعنی جمهوری اسلامی را از سر راه بردارند. نه به جمهوری اسلامی. پاینده ایران.